میگه یک آدم تیر میشد از یک جای، یک کدام سابق آشنایی سلام علیک داشت نداشت، خو دور خورد 11 و نیم بجه تق تق زد در خانه می آدمی که برآمد مانده نباشی جور بغل کشی و قراری و جور پرسانی که خلاص شد تو بیا تو چاشت بیا تو خود یادم هم یک ذره تینگ شده یا هم داخل شده در خانه. یکی یادتان باشه جایی که میمان میرین یا کسی را کار دارین در خانهش که تک تک کردین، او که برآمد سلام علیک موضوع که حل شد، یک کار داشتین دو میگه بیا خانه بیا، اگه ما تو ولدینگ وره گرفت کشتان کرد خب برین، اگه نه که گفت بیا خانه چای بخو خودش پشت گردن خدا خارید، نه او مشکل داره خو یا جای نداره یا چای نیست یا یک مشکل داره حتما پشت کله خدا میخوره یا چیزی، تو بیا تو خانه چاش او تیر خدا میاره تو را یک سلام میکنه هیچ کت از اون نرین. خو آدم ولدینگ واره کش کرد برد در خانه شاند آورد یک 4-5 تا نان بخشزی آورد و خودش رفت گفت شوروا هستم میرم میارم. خب شوروا گفت فریمان است. خب گفت برو. این که پشت شوروا را که پس آمد کاسه شوروا را میمونه که نان خوش کمی توتیش هم نمانده. یه چی رقم میمان است خدایی را در دل خود گفت خراب کنه این خوش خویی را مان شرمیده دوید پشت نان خوش که کاورد که شوروا را پاک شب کرده. خوی با آدم باز این دفعه پشت شوروا رفت تا که شوروا را آورد باز نان خشک نی، این دفعه که پشت نان خوش رفت که باز آمد باز شوروا نی، این نمه تو خشک میخوره و تر سرش خالی میکنه، خشک میخوره تر سرش خالی میکنه. یه آدم تو باور کو که 10 دفعه اینمی رفت آمد کرد شوروا را که آورد نان گیر نکرد، نان که آورد شوروا را گیر نکرد. آخر یه آدم خود دید که گفت دیگر نان هم نیست شوروا هم نیست. خود یه آدم هم یک خیرت هست. گفت کجا بخیر کجا رایی شده تو سر بالا؟ والا گفت من خبر دارم که اینجا یک طبیب یونانیست در فلانی قشلاق در پالوی خانه فلانی، یک دفعه یک پیشونمو میرم که ما والا تکلیف دارم مریض هستم، چی کده خدا نخواسته باشه شفای عاجل. والا گفت مرا خوینی به اشتیایی کباب